الرحمن الرحیم. الان داریم به صرفه که منحلی من حتی خاک خودش نیست به سر اینجا خودش 15 سالی میکنم زندگی میکنم الان هم دیگه نمیدونم اینجا چیه؟ اینجا ننه علی برام دعا کن. خونه ننه علیه. یه 15 سالی 20 سالی چیزی اینجا زندگی میکرد. خب سرش که شهید شد دیگه اومد همینجا دیگه اینجا ساخته دیگه زندگی کرد. یعنی خودش ساخته؟ پس این چیزایی که کمکش کرد. این چیزایی هم که الان اینجا نوشتن همش اون کسایی که اومدن زیارت اینجا. خیلی نوشته از سرش اومدن. مثلا اون موقع من مادر امینا می اومدن دیدنش. چی دیدن ننه علی؟ مثلا حتی بعضی مثلا نوشتن اومدیم نبودی رفتی دارم دعامون کن فلان. از این چیزا شروع شده. بعدها الان دیگه شده همش دعام کن. خیلی شروعش کردم. پارسال منم خیلی خلوت کردم. یه دونه چیز خوشگل اینجا داره. این نوشته قشنگ اینجا داره. این رو همون در بیا خودت همش نوشته. یه دونه خیلی قشنگ نوشته بود هم با دستخط قشنگ نوشته بود این هم ننه علی تو مادر شهیدی، دعا کن به حاجتم برسم، دعا کن مهدی بره کربلا. کی؟ کدوم چی ننه علی من که اونی از اول گرفتم. من یه عکس هسته از این دارم. خیلی شروعش. خب همین، یعنی در همین حد فقط به خاطر اینکه اینجا چند سال زندگی کرده این کار کردن. بعدشم فرستادمش مشهد، فرستادمش خونه‌شون ولی دوباره برگشت. طرف خود چیز باید شهیده نیست که فرستادمش مشهد. حسین با تشکر از اینکه راهنمایی کردی. ممنون.